سلام سنوستون چطوری؟ میدونم که حالتون خوب باشه و قند خونتون افتاده باشه. امروز قراره با هم دیگه یه سری توییت بخونیم، حتما هدفون بذارین چون من کتشر زیاد توش میگم، پس بی معطلی بزنین. قبلش لایک ویدیو رو بکوبین. داره تفاوت بستنی عروسکی ایرانی و بستنی عروسکی خارجی رو نشون میده. مال ما انگاری میخواد بده تعرض و تجاوز و همزمان رو هم دیگه انجام بده. چیه اون بالا؟ اون کلاه دزدی. میگه این دخترایی که سینه هاشون بزرگه تابستون چی کار میکنن؟ حالا خوب خودش هم دختر اسمش مهلاست. بعد میگه میکنیم تو دهن بابای کسکشت. یکی هم گفته دهنه من کسکشم میکنیم. تو اولی اینو بخور فادر نمیدونم کی هستی. اونی هم که گفته میکنم تو دهن بابای کسکشت، دفعه آخرت باشه به من توهین میکنی. بریم بعدی. میگه پدر دانش آموز اومد برای دختر جایزه آورد و به معلم کلاس هم یه عیدی تو پاکت داد و رفت جلوی در مدرسه، افتاد و تمام تا آژانس برسه فوت کرد. این تو ذهن خودش اصلا خیال پردازی کرده که اینو میخوابونه اونو میخوابونه. آره دیگه، بریم بعدی. میگه شب زود خوابیدن، صبح زود بیدار شدن فوق‌العاده است، به همه کارات میرسی. درود بر زندگی پیرمردی، کیران تو این زندگی. ولی حالا واسه پیرمردا خیلی خوبه، اونا بهترین زندگی رو دارن. میگه پیشبینی بنده حقیر از نتیجه مذاکرات اینه که یا توافق میشه یا نمیشه، از این دو حالت خارج. آفرین بابا، آفرین. تو دست ادیسون رو از پشت، ادیسون کیرته، تو دست انیشتن رو از پشت بستی. داش خواهر هر کی که هستی، یعنی ببین ماتریکس رو گاییدی با این نتیجه و این. بریم بعدی. میگه تو نباید بمیری. زبون گربه. میگه تو نباید بمیری. آره. میگه مذاکرات شم دو حالت داره، یا سوار تسلا میشیم یا سوار تانک. فعلا سوار کیر ترام شدیم. ببین فرقی هم نمیکنه چه بشه چه نشه، تو نه تسلا رو میگیری نه تانک رو میگیری. بس بشین تو خونه همون جقتو بزن. میگه جمله هر کدوم که دلت میخواد بردار و اصلا با قیمتش کار نداشته باش، تا ابد میتونه حالمو خوب کنه. این حال تو رو خوب میکنه، حال اونو خیلی بد میکنه. انگار به تو داره مثلا یه شور و ذوقی داره به دست میده، ولی اون شور و ذوق داره اونو میکنه. باید این توجه کنی. میگه یه نفر تو واتساپ میوت کردم که اگه مسیج را سری باز کنم. کس شعر مسیج چیه؟ میگه یه نفر رو توی واتساپ میوت کرده که اگه بهش پیام داد سری باز نکنه. هر دو دقیقه یه بارم واتساپ رو چک کرده که ببینه پیام داده یا نه. آرشیوش کرده که وقتی واتساپ باز میکنه نبینه که اگه پیام داده باز بکنه. حالا هر 2 دقیقه واتساپ باز میکنم، میرم تو آرشیو ببینم مسیج داده یا نه. ببین با اینکه نصف پیامتون نفهمیدم و کیرم تو این تایپت، تو خود درگیری مغزی داری. تو نیمکره های مغزت، این نیمکره به اون نیمکره میگه تو گوه نخور. تو حتما برو یه دکتر یه اسکنی چیزی بده. میگه بهترین کار آرمین توی اف ام میکنه. همه آهنگاش رو طوری خونده که بعد جدا شدن هیچ کس سالی براش پیش نیاد. قبلا در 80 و بیشتر فکر کنم با توی اف ام خاطره دارن، توی اف ام آرش شد اونا. ولی من از همون اول طرفدار شایع بودم، چون ببین حرف مردم رو بیتش، اینو همیشه داشته باشین از شایع. همیشه حرف مردم رو میاد میگه وقتی اجازه میدی رنگ ها در جایگاه مناسبشون قرار بگیرن. ذات گل. میگه مرسی که به سلامت و بهداشت دستاتون بیشتر از زیباییتون اهمیت میدین. هر چند ساده هم واقعا زیبان. ببین من حالا کار ندارم، ولی انگاری فلجه به خدا. حالا من تویی نمی کنم، ولی مگه حسن کوچولو از کلاس اوله؟ دختر باید یکم ناخون داشته باشه، یه لاکی یه چیزی. این انگاری داری دست سارا از روبیکا رو میگیری دستت. نه این پسندم نیست. میگه صداقت اولین گام مخزنیه. کس شعر. میگه سلام، احیانا نمیخوای استوری بذاری ریپلای بزن. ببین اون درون بگاز، کسایی که میدونن درون بگاز چیه، همون درونگرایی اون تو خودشه. بره ترکیه هم یه عکس نمیذاره استوری کنه، اون مثل خودمه. از اون انتظار استوری و پست و اینا نداشته باش. اون اگه بذاره از
کس شعرهایی که تو زندگیشو بدبختیاش میذاره. میگه این رنگ روحمو نوازش میکنه. حقیقتا والا منم نوازش میکنم مثلا یه دختر هم رنگ اون سنین تو اونجا باشه. بریم بعدی. میگه خونه مادر بزرگم جارو برقی زدم، کادویی که به عنوان تشکر داد نمیرم براش. مامان بزرگ تو برای کادو از تشکر بکنه بهت پیتزا میده، به عنوان تشکر میداد یه جای دیگه که مثلا کم ساده تر رو من تمیز کنم. من ریدم واقعا. میگه در انتخاب رنگ و استایلتون جسور باشید، اجازه ندید ترند ها شما رو بترسونه. عجیبه، من اصلا از سمت پاش نمیتونم جای دیگر رو نگاه وایستانی. بله فهمیدیم که رنگ قرمز با رژ لب قرمز و موهای شرابی نمیدونم. کلا این خانوم قرمز در سفیده. واش. میگه ایرانیا وقتی میرن بوتیک و چند دقیقه بعد شلوغ میشه. پا قدمه من. خب آره کسکش. من همیشه میرم یه فلافلی مگس حالا پر میزنه، ولی موقعی که من میرم کفتنم پر نمیزنه. تا من میرم 100 نفر میان منم میگه بندازم عقب چون باش رفتم میگم اشکال نداره بنداز عقب. بعد آجی هی میاد هر موقع میرم اینجوریه. بعد میگم پا قدم من بود، میگه تو خودت نعمتی و کیرم تو دهنت. خب من نیام. بریم بعدی. میگه دکترها دیگه انقدر پول در نمیارن و دخترها هنوز ازشون خوششون میاد. فکر کنم هنوز حافظشون ژنیشون مونده. ژنیشون چیه چه کسچه نمیدونم. ولی ببین دکترای ژل بوتاکس و اینا الان میتونن کل خانواده تویی که این توییتو زدی رو بخرن. چون الان ما تو دهه 1400 هستیم. 1400 چیه؟ دهه‌ای که همه ژل بوتاکس میکنن، همه روی صورت هاشون کار میکنن. اصلا کلا دکتر فیس الان میلیاردی داره پول در میاره، چیزی که تو خوابت هم نمیتونی ببینی. خب بچه این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک سابسکرایب فراموش نشه. دورتون بگردم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.